با برنامه دسترخوان مهمان هستیم در شهر بوستان. خوشبختانه با شرافت صاحب استقلالی کشور که امسال 35مین سالگرد آن را تجلیل می‌نماییم، هر یک گوشه و کنار تاجیکستان عزیز ما آباد و زیبا گشته ایستاده است و شهر بوستان نیز استثنا نیست. ببینید همه جا گلپوش است و آباد و بناهای خوشتر و زمانوی و بلند آشیانه به حسن شهر با زیبایی دیگر زم نموده ایستادند که همه این نعمت استقلال است.